به نام خدا گیت اور. شماتیک اون در مدارها به این صورت می باشه، بستگی داره اون چند تا ورودی داشته باشه. مثلا اگه 3 تا ورودی داشته باشه اینجا 3 تا پایه قرار میگیره. نحوه عملکرد این گیت اور به این صورتی که اگر یکی از ورودی ها یک منطقی بشه، خروجی حتما یک منطقی میشه. برای اینکه خروجی صفر منطقی باشه باید همه ورودی ها صفر منطقی باشه. بعد مدارش هم که به این صورت می باشه، چند تا بستگی داره چند تا ورودی داشته باشه. به تعداد ورودی ترانزیستور وجود داره که سر خروجیشون همه به هم وصل شده. مثلا در صورتی که یکی از ترانزیستورها که در حالت سویچه روشن بشه، خروجی حتما یک منطقی میشه. بعد اونم که مثلا اگه 3 تا ورودی 4 تا ورودی داشته باشه، 3 تا 4 تا ترانزیستور به این صورت در مدار قرار میگیره. با تشکر.